دوستای عزیز، امروز یک کورولای که 2009 را با خود داریم. مشکل از این موتور از است که موتور ریز نمیگیره، ریزینگش از دو بالا نمیره. اینجا موتور را چک میکنیم، میبینیم که یک کد داده به نام ایر فلو سنسور، اما ساکتی که سری کلاب بسته میشه به نام سیستم توریج دیگه کد است که از فورسینگا است. دیگه این یک کد 420 داده که از کاشی داخلی سلنسر است. بسیار خوب این کد کلیر میکنیم. باید همه کدهای از این پاک شود. بعد از اینکه کد پاک کدام تی کدایی که میمونه با سری از همون کار میکنیم که مشکلش از چی است. دوستای عزیز، این موتور که کد کلیر کردیم برای فعلا به نام ایر فلو سنسور دمو کدش پاک نشد. دیگه میریم سری ایر فلو سنسور را تبدیل میکنیم. باز میبینیم که بسیار خوب تبدیل کردیم. چیزی که ضرورت بود دیگه سنسوری کلاره حالی دیگه باز کد کلیر میکنیم. باید کد خودش پاک بکنه. دوستای عزیز، به این قسم کد باید خود پاک بکنه. حالی پاک شد، حالی به شما نشان میدم که مشکل از چی است. باز به این سیستم باید ماشین ریز بگیره و گروه چک هم خود خاموش کرد. دیگه حالی ریز میدیم، میبینیم که موتور صحیح صاف ریز میگیره یا نمیگیره. بسیار خوب، موتور مشکلش حل شد. این سنسوری کلاه است. این موتور دودی سیام میکرد و